Misoli navbati 146 qiyməti kalendari funksiyaları برای این مثال کار کردن ما باید اول حاصله رو یابیم. این سوال حاصله است. بعد ریشه های حاصله رو بیابیم. بعد تفتیش کنیم که آیا حاصله در پارچه بین 0 و 2 است یا نه. بعد قیمت های ریشه ها و در بین کدام عدد ها 0 و 2 رو تفتیش میکنیم در قیمت کالندری رو میابیم. خب بیاین کار کنیم. یکم کار میکردیم حاصله رو یافتن. چیکار میکنیم؟ حاصلش چی میشه؟ 3x kvadrat minus 4x minus 4. بعد ما باید با یاری فرمول کوادراتی یا اینکه با قوس جدا کردن ریشه های حاصله رو یابیم. بیاین با قوس جدا کنیم. با فکرم میشود 3x میشود x minus 2 جمع 2 درست است. از اینجا دو تا ریشه داریم. برابر 0 میکنیم و ریشه ها رو میبینیم. minus 2 تقسیم 3 و x برابر 2. بعد تفتیش میکنیم آیا همین ریشه در بین پارچه 0 و 2 است یا نه. چرا که نمیدونیم minus 2 تقسیم در این بین نیست. برای همین این رو ما تفتیش کردن شرط نیست. دو علاقه ما داریم. ما فقط باید چیکار کنیم؟ x0 و x2 رو تفتیش کنیم. بین اینها اصلا قیمت کالندری رو یابیم. یعنی 0 و 2 رو در فونکسیون میمونیم. یعنی اول جای x نام رو اگر مونیم و به 8 برابر میشد و بعد جای x ما باید 2 رو مونیم. وقتی که ما 2 رو مونیم 2 کوب مینوس 2 ضرب 2 در کوادرات مینوس 4 ضرب 2 جمع 8 برابر چند میشد؟ باید رو بیابیم 8 مینوس 8 0 باز به 0 برابر میشد. قیمت کالندری چقدر که میتونیم به 8 برابر است. در این مثال هم قیمت کالندری فونکسی کوبی داریم. ما در پارچه بین عددهای minus 1 و 3 باید یابیم. یکم کاری میکردیم این حاصله رو یافتن. حاصله رو اگر یابیم 3x kvadrat minus 18x minus 21 میشود. بعد ما باید ریشه ها رو یابیم. ریشه های حاصله رو یافتن یا کنیم 3 رو از قوس بیرون بیاریم. x kvadrat minus 6x minus 7 میشود و این رو ما چیکار نوشته میتونیم؟ x 3 ضرب x minus 7 x جمع 1 نوشته میتونیم. برابر 9 میکنیم. از اینجا ریشه ها رو میابیم. x برابر 7 است و x برابر مینوس 1. اکنون باید تفتیش کنیم آیا این ریشه بین مینوس 1 و 3 است یا نه. چرا که میتونیم 7 در بین مینوس 1 و 3 نیست. برای همین تفتیش کردن شرط نیست. ما فقط باید چیکار کنیم؟ دو عدد رو مینوس 1 هم تکرار شده ایستاده است. دو عدد رو باید تفتیش کنیم. در فونکسیون مینوس 1 رو میمونیم اول. این چی به چی باشه؟ مینوس 1 درجه 3 مینوس 9 مینوس 1 در کوادرات مینوس 21 ضرب مینوس 1 مینوس 1. این رو باید حل کنیم. این به چی برابر میشود؟ مینوس 1 مینوس 9 مینوس 10 11 10 میشود. بعد ما باید چی رو مونیم؟ 3 رو هم تفتیش کنیم. جای x 3 رو میمونیم 3 کوب مینوس 9 ضرب 3 کوادرات مینوس 21 ضرب 3 مینوس 1. این رو اگر کار کنیم این چی میشد؟ 27 مینوس 81 مینوس 63 مینوس 1. این را اگر کار کنیم این به چی برابر می شود؟ مینوس 27 مینوس رو اول کار کنم مینوس چند می شود؟ 145 و این را اگر ترک کنم این به چی می شود؟ به مینوس 118 اگر خطا نکنم برابر میشه. درست. اکنون از ما قیمت کالندری بین قیمت کالندری به چی برابر است؟ به 10 برابر است. مثال نوبتی 148 باز قیمت کالندری در بین مینوس 2 و 0 فونکسی کوبی داریم. یکم کاری ما میکردیم این حاصلش رو یافتم. حاصلش رو 3x kvadrat جمع 6x مینوس 9. بعد ما باید ریشه همین حاصله رو یابیم. 3 رو از قوس بیرون میارم x kvadrat جمع 2x مینوس 3 میشود. بعد به قوس اگر جدا کنیم x جمع 3 x مینوس 1 برابر 0. از اینجا دو تا ریشه میابم x مینوس 3 و x برابر 1 است. بعد باید تفتیش کنم آیا این ریشه بین مینوس 2 و 0 است. چرا که نمیتونم یگانه این ریشه هم مینوس 3 هم 1 در بین مینوس 2 و 0 نیست. این خیلی خرد است. این خیلی کلان است و در این حالت ما فقط باید همین در پارچه بین کدام عدد ها باشد همین فونکسیون باید تفتیش کنیم. یکم مینوس 2 رو میمونیم. این به چی برابر میشد؟ مینوس 2 در درجه 3 جمع 3 مینوس 2 در کوادرات مینوس 9 مینوس 2 جمع 2. این رو اگر کار کنیم مینوس 8 4 جمع 12 جمع 18 جمع 2. این چه میشود؟ 20 32 و 24 برابر میشود. 0 رو بعد میمونیم. 0 موندن آسان است. جای x میمونیم. یک بار میمونیم. جواب 2 است. قیمت کالندری 24 است. بین دو این عدد 24 است کالندری است. مثال 149 قیمت خردترین. اکنون خردترین میپرسه فونکسی درجه 4 داریم ما
در بین عددهای -1 و 2 یک کاری ما میکردیم و حاصل رو یافتم. حاصل رو میابیم 4x کوب مینوس 12x کوادرات. بعد ما باید ریشه هاش رو یابیم. یا کنید چیکار کنیم؟ 4x کوادرات از قوس بیرون گیریم، در این قوس x مینوس 3 میموند و برابری 9 میکنیم. از اینجا دو تا ریشه x برابری 0 است و x برابری 3 است. بعد تفتیش میکنیم آیا این عددها بین -1 و 2 است یا نه. 9 بین -1 و 2 است، 3 لیکن کلانتر است، برای همین 3 رو انتخاب نمیکنیم. بعد تفتیش میکنیم. اول یک 0 رو مونیم، ریشه رو جوابش 20 میشود. بعد ما باید بین کدام عددها هست -1 و 2 رو مونیم، تفتیش میکنیم. اول -1 رو -1 در درجه 4 -4 -1 در درجه 3 جمع 20. این به چی برابر می شود؟ 1 4 5 و 25 برابر می شود. بعد 2 رو هم باید سنجیم. 2 رو مونیم، 2 درجه 4 -4 ضرب 2 درجه 3 جمع 20. این برابر می شود به 16 مینوس 32. 8 کره 4 32 است، مینوس 32 جمع 20. این به چی برابر می شود؟ 30 به 4 برابر می شود. قیمت خردترین بین هر سه اینها 4 است. مثال 90 150 قیمت خردترین فونکسیون رو بین یک کاری می‌کردیم. ما این ریشه ها رو یافت، حاصلش رو یافتم 4x کوب مینوس 24x کوادرات. بعد ریشه های همین حاصل رو یافتم 4x کوادرات از قوس بیرون گیرم، چی میموند؟ x مینوس 6 میموند. بعد به 0 برابر میکنم، ریشه ها رو میبینم x برابر 0 است و x برابر 6 است. نیا کنید ریشه ها رو تفتیش میکنم. 6 0 بین -1 و 0 است، لیکن 6 در بین اونها نیست. این رو انتخاب نمیکنم. یعنی دو عدد رو باید سنجم. جای x 9 میمونم، این به چی برابر شد؟ با 7. جای x مینوس 1 میمونم، این به چی برابر؟ یعنی -1 و 9 رو گرفته ایستادم. -1 در درجه 4 مینوس 8 مینوس 1 در درجه 3 جمع 7. این به چی برابر میشد؟ 1 جمع 8 جمع 7 به 16 برابر میشد. قیمت خردترین بین اینها 7 است. مثال 151 قیمت خردترین فونکسیون رو یابیم. در پارچه بین -1 و 1 باید چیکار کنیم؟ حاصلش رو اول یابیم 4x کوب جمع 6x کوادرات. بعد ریشه همین رو باید یابیم. چیکار میکنیم؟ 2x کوادرات از قوس بیرون گیرم، چی میمونه؟ 2x جمع 3 میمونه. بعد این رو به 0 برابر میکنیم، ریشه ها رو میبینیم. همین ریشه حاصل رو یکی از x ها 0 است، دیگر x به -3 تقسیم 2 یا اینکه -1 از 5 برابر است. اکنون باید سنجم 9 بین -1 و 1 است، این رو انتخاب میکنم. -1 از 5 لیکن در این فاصله نیست، برای همین این رو انتخاب نمیکنم. اکنون من باید سه چی رو سنجم. جای x 9 میمونم، جای x -1 میمونم، جای x 1 میمونم. هر سه اینها رو باید قیمتشون رو یابم. اصلا خردترین رو انتخاب میکنم -1 و 1 چون که اینا در این پارچه در این فاصله هستن. انتخاب میکنم 0 رو مونم، جای x 5 است، آسان است. -1 رو مونم، -1 در درجه 4 جمع 2 -1 در درجه 3 جمع 5 است. این را اگر کار کنیم 1 -2 جمع 5 که این به 4 برابر است. اکنون جای x 1 رو میمونیم، 1 درجه 4 جمع 2 ضرب 1 درجه 3 جمع 5 این به چی برابر میشه؟ به 8. با اینها اصلا خردترین البته که 4 است. مثال 152 قیمت کلانترین فونکسیون کوبی در حالتی در بین فاصله -2 و 1 رو یابیم. یکم کاری ما البته که باز همین چی است، ما باید حاصل رو یابیم 3x کوادرات مینوس 2x مینوس 5. بعد ما باید ریشه های همین حاصل رو یابیم و قوس رو جدا کرده باید شود. اگر نشود با یاری فرموله کواdraتی کار کرده میتونیم. 3x و فکرم مینوس 2x مینوس 5 درست نوشتم میشود یا نه تفتیش کنیم. 3 چیکار کرده میتونم؟ مینوس 5 جمع 1 تفتیش میکنم. 3x کوادرات مینوس 5x جمع 3x درست شد. اکنون ریشه از اینجا دوتا میبرد 5 تقسیم 3 و مینوس 1. اکنون تفتیش میکنم آیا این ریشه بین همین فاصله بین مینوس 2 و 1 است یا نه. چرا که 5 تقسیم 3 در این فاصله نیست، انتخاب مینوس 1 در این فاصله هست. یعنی 3 قیمت رو باید سنجم. مینوس 2 این فاصله است، 1 و مینوس 1 بین اینها اصلا کلانترین رو باید انتخاب میکنم. مینوس 2 رو مونم، اگر مینوس 2 در درجه 3 مینوس 2 در کوادرات مینوس 2 است با این در اینجا مینوس 5 مینوس 2 مینوس 2 این رو اگر من قوس رو بکشم مینوس 8 مینوس 4
جمع 10 مینوس 2 این چی می شود؟ به مینوس 4 برابر می شود. 1 رو میمونم 1 در درجه 3 مینوس 1 در درجه 2 مینوس 5 ضرب 1 مینوس 2 این به چی برابر می شود؟ مینوس 7. مینوس 1 رو میمونم مینوس 1 در درجه 3 مینوس 1 در کوادرات مینوس 5 مینوس 1 مینوس 2 میسنجم مینوس 1 جمع 1 جمع 5 مینوس 2 این به 3 برابر است. قیمت کلانترین به 3 برابر است. مثال 153 قیمت کلان فونکسیون کوبی رو در حالتی در بین فاصله مینوس 2 و 3 رو یابیم. چیکار میکنیم؟ یکم کاری میکنیم فاصله رو یافتم 3x کوادرات مینوس 2x مینوس 5 یکم چی وزن شد؟ فقط فاصله به فکر وزن شد. به مثال پیشینه مانند است. بعد ما باید ریشه ها رو یابیم. چیکار کرده بودیم؟ 3x مینوس 5 x جمع 1 درست است. از اینجا دو تا ریشه میابیم. ما چی گفته بودیم؟ 5 تقسیم 3 و x برابر مینوس 1. اکنون تفتیش میکنیم هر دو اینها در این فاصله هستند، یعنی من با 4 قیمت رو باید بین اینها کلانترین رو باید یابم. 5 تقسیم 3 در این فاصله است، مینوس 1 هم در این فاصله است، یعنی 4 قیمت مینوس 1 5 تقسیم 3 مینوس 2 و 3 رو در فونکسیون مونده قیمت کلانترین رو باید یابم. مینوس 1 رو مونم مینوس 1 در درجه 3 مینوس 1 در کوادرات مینوس 5 مینوس 1 جمع 2 این رو که ما کار کردیم. این به چی برابر شد؟ مینوس 1 0 5 و 7 برابر شد. درست. اکنون چیکار میکنیم؟ 5 تقسیم 3 رو میمونیم. 5 تقسیم 3 خیلی عادتی مشکل به فکر میشود. کوبی مینوس 5 تقسیم 3 در کوادرات مینوس 5 تقسیم 3 جمع 2 این رو اگر حساب کنیم این چی میشود؟ 125 تقسیم 27 مینوس 25 تقسیم نه من تقسیم یعنی خطا نکردم نه بفرم مینوس 25 تقسیم 3 جمع 2 این رو باید کار کنیم. 3 75 50 تقسیم 27 مینوس 25 تقسیم 3 این رو 9 تیم 225 مینوس 175 تقسیم 27 جمع 2 یعنی چک کنید جوابی مینوسه، یعنی تفسیر کلانتر میپرسد دوامش کار نکنم نه چک کنید مینوسه جواب میبراید. مینوس 2 رو مونم مینوس 2 در درجه 3 مینوس 2 در درجه 2 مینوس 5 مینوس 2 جمع 2 این چی میشه؟ مینوس 8 مینوس 4 جمع 10 جمع 2 این رو بفهمم که کار کردم ما به مینوس 4 برابر است. اکنون 3 رو باید مونیم 3 کوب مینوس 3 کوادرات مینوس 5 ضرب 3 جمع 2 این رو اگر کنیم چی میشود؟ 27 مینوس 9 مینوس 15 جمع 2 این 29 25 و 5 برابر می شود. اکنون بین اینها اصلا کلانترین کدامش؟ این مینوسه کلانترین میشه اصلا کلانترین 7 است، یعنی جواب ما 7 می شود. مثال 154 قیمت کلانترین فونکسیون کوادراتی در حالت بین مینوس 1 و 2 رو یابیم. یکم کاری میکردیم این البته حاصل مینوس 4x جمع 4. بعد ما باید ریشه همین رو یابیم و 9 برابر میکنیم. چه که میتونیم x برابر 1 است. بعد باید سنجم x بین همین مینوس 1 و 2 است البته هست. اکنون 3 چی رو باید سنجم. وقتی که جای x 1 رو مونم به چی برابر میشود؟ وقتی x جای مینوس 1 رو مونم به چی برابر؟ وقتی که جای x 2 رو مونم به چی برابر؟ اینو باید سنجم و بین اینها کلانترین رو انتخاب کنیم. 1 رو مونیم مینوس 2 ضرب 1 کوادرات جمع 4 ضرب 1 جمع 1 این به چی برابر میشود؟ 2 و 3 برابر میشود. مینوس 1 رو مونم مینوس 2 مینوس 1 در کوادرات جمع 4 مینوس 1 برای 4 کاز گرفتم نمیدونم جمع 1 مینوس 2 مینوس 4 جمع 1 مینوس 5 2 رو میمونم مینوس 2 ضرب 2 در کوادرات جمع 4 ضرب 2 جمع 1 این به چی برابر میشود؟ مینوس 8 جمع 8 جمع 1 به 1 برابر میشه. بین اینها اصلا کلانترین قیمت کلانترین میپرسد 3 است و جواب ما 3 میباشد.